نمیمونم کندن دروازه من نگاه کنم کودکای مرا ترسوندن برو سای دهنی دروازه برو بگیره. صاحبان 7 منزل اقامتی در کوچه نوروزی شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محودین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. ما 5 کودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیاید. ما قطعی کودکام گیجا میرم و خانه چپه میکدن. ها؟ چون میگیسم من صاحب خانه ایم چون میگم به خانه من گیجا میرم خانی من چپه میکنه. مرا میگرفتیا. دا گیجا مرا میگرفتن اوسو. شیدا میروارده کنی خانی ما که ما برام. من قانون دولت قطعی سیانکا میکنم. من نماینده قانون تلفن تا مرا بده. من سیانکا میکنم به ایجاد. اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور بازنموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محودین سروش خالی کنند. اکا همین خدانالا تو ما خونه ما اکا چه تو نمیخوادی کورمان دیگه خونه ما اکا من خونه نداده گیجا میرم 5 نفر بودقتی این ایش خونه ما باید خونه ما بودقتی گیجا میرم خونه ما میگیرن اینا ما گیجا میرم بگو. ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازیگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ‌های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل‌ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل‌ها آمده با آنها وعده داده است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه‌های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت. حالا در صحبت به ما ساکنان این حوله ها گفتند که بار و بخچه هایشون را جمع کردند و رئیس شرکت آمده آنها را میبرد. چی ده میره؟ دام بیای یگان جدا هسته که خانی آدم بگی به خانه بسته.